سلام دوستان، توی این ویدیو نحوه تعویض تصمیم دینام موتور XU7 یا همون موتور 405 رو براتون آموزش میدم. خب دوستان، توی این قسمت ما یه دونه شلگیر خرچنگی داریم که داخل سپر بسته میشه. این ماشین این شلگیر رو نداره. قبل از هر کاری میام این دوتا پیچ آلن 6 رو باز میکنیم، حالا یا با آلن 6 یا با تی 40. این دوتا رو شل میکنیم به این صورت. تی 40 رو ما اینجا داریم با یه دونه آچار صلیبی 10، یا شما میتونید بوکس 10 با رابط بلند و جغجغه یا دست بوکس هم استفاده کنید. این دوتا پیچ رو به این صورت شلش میکنید. خب دوستان، ما اینجا روی تصمیم صفر کن دینام یه دونه جای آچار 4 گوش داریم که به این وسیله تصمیم صفر کن رو به جلو میبرن و تصمیم رو آزاد میکنن. منتها چون ممکنه همه این آچار رو نداشته باشن، یه روش در دسترس رو براتون میذارم که به وسیله یه دونه میله تصمیم صفر کن رو آزاد کنید، یعنی تصمیم رو آزاد کنید که بیرون بیاد. به این صورت دوستان ببینید یه میله رو از این سوراخی که برای پیچ دینام هستش این تصمیم صفر کن رو به عقب میدید تا تصمیم آزاد بشه. به این صورت ببینید. منتها باید حواستون باشه که میله روی فولی هرزگرد نیفته، یعنی روی لبه خود تصمیم صفر کن بیفته. از این بالا براتون زوم کردم. ببینید اینجوری نباید روی فولی بیفته که فولی رو بشکنه. ببینید اینجوری روی لبه تصمیم صفر کن قرار بدید به این صورت. وقتی تصمیم صفر کن رو به عقب میدید تصمیم آزاد میشه. به این صورت تصمیم رو آزاد میکنیم و بیرون میکشیم. الان تصمیم ما آزاده. میریم برای باز کردن اون دوتا پیچ تصمیم صفر کن که از قبل اینا رو شل کرده بودیم. خب دوستان، بعضی از این پیچ ها امکان داره یه بوکس دیگه بخورن، مثل بوکس 13 یا بوکس 12، ولی معمولا پیچای فابریکی خودش آلن 6 هستش، یعنی 100% پیچای فابریکی خودش آلن 6 هستش. ولی بعضی دوستان تعمیرکار هستن که این پیچا رو عوض میکنن که امکان داره بوکس 12 یا 13 بخوره. اینم حتما مد نظر داشته باشید. خب وقتی پیچا رو باز کردیم تصمیم صفر کن ما به این صورت بیرون میاد و تصمیم رو میتونیم از این قسمت آزاد کنیم و بیرون بکشیم. به این صورت آزادش میکنیم و بیرون میکشیم. این هم از وضعیت تصمیم دینام که داخلش کاملا ترک ترکه و به موقع داره تعویض میشه. حالا دوستان، موقعی که میخواید تصمیم دینام رو عوض کنید حتما هرزگردا رو هم چک کنید. این هرزگرد بالا که بالای دینام قرار گرفته حتما اینو به این صورت بچرخونید ببینید آیا صدا میده یا نه. اگر صدا داد حتما عوض کنید. هرزگرد بعدی روی خود تصمیم صفر کن قرار داره که از هرزگرد دیگه خیلی مهمتر. این هرزگرد خیلی مهمه، حتما اینم چک کنید که صدا نده و لقی نداشته باشه. خب تصمیم دینام نو رو تهیه کردیم و تصمیم دینام رو از داخل نایلونش بیرون میکشیم. به این صورت دوستان یه نکته روی خود تصمیم هستش که اینو میخوام بهتون بگم. یه شماره هستش روی تصمیم، شماره تصمیم 1663 که مربوط به همین موتور XU7 میشه. حالا مال پژو 206 و L90 شمارهاش فرق میکنه. برای پژو همین 1663 هستش. حتما این رو دقت کنید. تصمیم رو به این صورت از بالا میدیم بره پایین دوستان. وقتی تصمیم رو دادیم پایین اینجا یه قسمتی هستش که باید حتما دقت کنید. تصمیم رو باید بندازید پشت فولی دینام. حالا من این رو الان براتون زوم میکنم تا قشنگ متوجه بشید. تصمیم رو قبل اینکه از پایین بخوایم تصمیم صفر کن رو ببندیم، قسمت رو باید اوکی کنیم تا بتونیم کار رو راحت تر انجام بدیم. تصمیم رو ببینید به این صورت. یه ذره دوربین اگه بیارم بالا، تصمیم رو به این صورت بین دینام و اون هرزگرده قرار میدید. به این صورت دوستان ببینید
به همین راحتی قرار میدید اینجوری و میارید روی پمپ هیدرولیک. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید تسمه رو از روی ارزگرد کولر رد میکنید و میارید روی فولیه سر میلن. ببینید اینجا این قسمتی هستش که تسمه صفر کن داخلش قرار میگیره. حالا تسمه رو از روی پمپ هیدرولیک جدا میکنیم به این صورت تا تسمه آزاد باشه، بتونیم تسمه صفر کن رو از پایین ببندیم. حالا تسمه رو که از بالا آزاد کردیم میتونیم تسمه صفر کنمون رو ببندیم. این قسمت تسمه که بهتون گفتم ببینید دوستان دقت کنید اینجوری داخل این فولی قرار میگیره. به این صورت حتما باید قرار بدین تا تسمه اوکی باشه دیگه، کم و زیاد نیاد. بعد اینکه این کار رو انجام دادیم پیچا رو با دستمون بند میکنیم. حواستون باشه که این پیچ دنده رو دنده بسته نشه که بعدا مجبور نشید برید جای پیچ رو قلاویز کنید و دردسر بشه براتون. خب دوستان وقتی تسمه رو بخوایم جا بندازیم یه چند تا نکته خیلی مهم هستش در رابطه با اینکه تسمه حتما باید سر جای خودش قرار بگیره. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا اونا رو هم براتون توضیح بدم. بعد از اینکه پیچا رو بند کردید به این صورت جفتش رو قشنگ صفر میکنید. خب ما تسمه صفر کن رو صفر کردیم. دوباره بهتون میگم اینجا یه دونه جا آچار مخصوص داره. اگه آچارش رو داشتید میتونید به اون آچار تسمه صفر کن رو به جلو بکشید. اگر هم که نه از این سوراخی که برای دینام تعبیه شده میتونید تسمه صفر کن رو به عقب بدید. خب با همین میله تسمه صفر کن رو فشارش میدیم به سمت عقب تا بتونیم تسمه دینام رو سر جای خودش قرار بدیم. به این صورت ببینید دوستان وقتی تسمه صفر کن رو به عقب فشار بدید تسمه دینام رو از روی هیدرولیک میتونید به این صورت سر جای خودش قرار بدید. خب بعد اینکه تسمه رو جا زدیم یه چند تا نکته هستش اینجا رو دقت کنید. روی دینام ببینید تسمه به این صورت باید کامل روی دینام قرار گرفته باشه، یعنی چپ و راست نباشه، چون بعدا باعث میشه همین تسمه ریش ریش بشه و داخل تایم بره. اینو حتما خیلی دقت کنید چون خیلی مهم هستش این قسمت. روی فولی هیدرولیک هم همینطور باید تسمه قشنگ سر جای خودش قرار گرفته باشه. روی فولی سر میلنگ هم همینطور و همچنین روی این هرزگرد کولر. این نکته رو حتما دقت کنید و این قسمت هم حواستون باشه که تسمه روی پیچ سوار نشده باشه و اینجوری سر جای خودش قرار گرفته باشه به این صورت.